سلام مجدد خدمت شما همه دوستان گرامی. امیدی که جور و صحتمند باشین. خوش آمدین به سلسله آموزش های اپلیکیشن آماپی. امروز جلسه نهم خود آغاز میکنیم. خب به ادامه درس جلسات گذشته خود ما به جلسه هشتم خود یاد گرفتیم که چه قسم راهنما و بازخورد ببینیم و درباره ما را ببینیم. همچنان به بالای تنظیمات ربطی حساب‌های کارمندان را درست کردیم. امروز به ادامه جلسات قبلی خود میخوایم یاد بگیریم چه قسم انتقالات از انتقالات حواله استفاده کنیم. اینجا به بالای انتقالات حواله زیرش نوشته است تمام تراکنش‌های حواله خود را در یک مکان ایجاد کنید. ما گفته بودم به شما یکی از فیچرهای اصلی آماپی است که شما می توانید اگر دو طرف صراف هم از اپلیکیشن استفاده کنه، هم میتونه از این سیستم دیتابیس استفاده کنه و هم اگر مثلا یک طرف صراف استفاده میکنه و دیگه طرف صراف استفاده نمیکنه و هم میتونه از سیستم دیتابیس آماپی استفاده کنه، دیتابیس آماپی. خب من براتون نشان میتونم. اینجا وقتی که وارد انتقالات حواله بزنین اینجا یک صفحه ظاهر میشه. از اینجا شما میتونین کلا حواله های خود سند کنین، یعنی یک حواله به صراف مقابلتان بفرستین. مثلا من صرافی برادران هاشمی هستم از کابل، میخوایم یک حواله را روان کنم به صرافی شریفی که به مزار است یا به هرات است، به هر جایی که است. خب دانه دانه فیلدها را پر میکنیم. اینجا پیش از پیش یک تیک مانده به ما میگه اگر همکار شما قبلا اپ ما را نصب کرد چک باکس را انتخاب کنید. خب اگر این را انتخاب کنیم باز چی فایده داره ما به شما میگم. پس یک چی است دوستان، ما پیش از پیش بگم شناسه صراف. بالای پروفایل ها بیاین، هر صراف از خود یک شناسه داره. مثلا شناسه صراف خالقی 35 بوده یا صراف رشتین شناسهش 36 بوده یا صراف لطیف بغزو شناسه 33 بوده. هر صراف از خود یک شناسه داره. باز اینجا به درد میخوره، من به خاطر نمی او را یک یادآور شدم. خب بله میگم صراف مقابل ما از اپلیکیشن ما استفاده میکنه. ببینید دوستان، وقتی که شما فکرتون باشه پیش فعلا فکرتون به نام صرافی بگیرین، وقتی که شناسه اینمی تیکه بزنم شناسه صراف اضافه میشه اینجا. خب باز من فواید او را میگم که چرا اضافه میشه. شماره حواله را ما یک شماره حواله میتونست خود 3 4 5 6 و ترکیب از اعداد و حروف هم بوده. میتونه شماره صرافی ما. نام فرستنده مثلا میگم انوش، نام انوش به حبیب، نام فرستنده ما انوش شد، نام گیرنده ما حبیب شد. مبلغ انوش به حبیب مبلغ 5800 مثلا میگم یورو فرستاد. موقعیت گیرنده ما اونم موقعیت حبیبم، ببخشین حبیبم از کابل. و شناسه صراف یعنی از طریق کدام صراف فرستاد، به کدام صراف فرستاد. مثلا میگم 33 لطیف حقجو بوده. مایی که صرافی برادران شریفی هستم، امی پول خود معنوش هستم، پول خود بیادرم که به کابل است از طرف لطیف حقجو که صراف کابل است میخوایم بفرستم. اینجا شما شناسه صراف هم 33 بوده چون ایمی لطیف حقجو هم از اپلیکیشن آماپی استفاده میکرده. موقعیت صراف هم خب کابل است. شماره تلفن فرستنده یعنی شماره تلفن خودم 0786 یک شماره میتون. خب کار مزد حواله. خب کار مزد حواله چی کار میکنه؟ مثلا من فرستنده هستم و لطیف حقجو گیرنده است، یعنی معامله بین دو صراف است. اگر بخوایم اونم کمیشن ما بگیرم باید این تیکه بزنم و مقدار کمیشن نوشته کنم. ببخشید باید مقدار کمیشن نوشته کنم. اگر بخوایم ما کمیشن نگیرم و صراف مقابل دیگه بگیره، یعنی لطیف حقجو بگیره، باید ما این تیکه نوشته نکنم، تیکه نزنم و کار مزد حواله را نوشته نکنم. خب ذخیره تراکنش میزنم. اینجا شماره تماس به نظرم یکیش کم شده. خب صحیح شد. ذخیره را میزنم.
با دیفالت خودش ذخیره کرد. دوستا پیش از پیش یک چیز بگویم، ما بالای تاریخچه میایم. 5800 یورو به بلانس ما اضافه شد به خاطر که من پول چی کردم. خب دوستان اینجا یک چیز از به من اضافه کردن ارز. شما پیش از پیش باید ارزایتون را اضافه کرده باشین دوستان. تا که ارزا را اضافه نکنین اصلا شما نمیتونین انتقال حواله انجام بدین، به خاطری که تا که ارز نباشه دیگه انتقال حواله معنا نمیده. از انتخاب ارزها میتونین ارزهای خود انتخاب کنین. خب ما قبلا کلا ارزهایی که آموپی فعلا پشتیبانی میکند 10 تا یا بیشتر از 10 تا ارزاست، امونا رو ما انتخاب کردیم. اینجا خودتون هم میبینین دلار است، ریال سعودی است، ریال روپیه پاکستانی است، ریال است، ریال ایران میباشه، البته پوند انگلستان است، یورو است، دلار کانادا است. به نظرم پول خود افغانی است. و از اینجا من میخوایم پوند انگلیسی را حذف کنم و حذفم کردم میتونم. پس میخوایم اینی پوند انگلیسی را اضافه کنم، بالاش میزنم اضافه میکنم. این باید دوستان فکرتان باشه پیش از حواله یا انتقال حواله همین ارزا را اضافه کنین. خب دوستان ما انتقال حواله را تونستم به موفقیت انجام بدم. این سر به صراف مقابل ما حتما پول رسیده. و همچنان دوستا اینجا یک بخشی است به نام چک خزانه. چک خزانه است. چک خزانه شما میتونین چاپ کنین یا مستقیما فاکتوره به فایل پی دی اف تبدیل کنین یا هم به شماره واتساپش روان کنین. خب من یک حواله دیگه مثلا اینجا میگیرم، نام فرستنده رو میگیرم، این دفعه نصرت، نام گیرنده رو میگیرم فردوس، مبلغ 4500 دلار باشه. خیر موقعیت گیرنده میگم کابل، نام صراف هم میگم. به نظر من این دفعه اونمو اگر همکار شما اونمو تیک نزدیم به خاطر نمیشناسه صراف نمیاره، نام صراف باشه صرافی برادران شریفی، موقعیت صراف هم باشه کابل، شماره تلفن فرستنده هم باز است 0785 46 13 25. کارمزد حواله هم نمیخوایم بگیرم، ذخیره را میزنم. خطای نامشخص از ما گرفت، نمیفهم من کجا را اشتباه کردم دوستا، ببینم که آیا قبول میکنه. دوستان من شماره تماس اینجا غلط اشتباه کردم به خاطر یک خطای نامشخص گفت. خب من شماره تماس خود صحیح میزنم، بازم خطای نامشخص میگیره. دوستان بخشید اینترنت ما قطع شده، اپلیکیشن آموپی هم خودتان میفهمیم که آنلاین است، به خاطر نمی اگه آفلاین باشیم کار نمیکنه. هیچ فکرم نشده، به خاطر نمی تراکنش ما انجام نمیگیره. خب هدف ما از اینجا ارسال تراکنش نبود، هدف ما استفاده کردن از چک باکس بود. حالا بالای چک باکس بزنیم دوستان، این یک صفحه ظاهر میشه. اینمی چیزا را صرافی برادران هاشمی است، حواله نو، سندر نیم، ریسیور نیم، اماونت مقدارش میشه، ریسیور لوکیشن، اکسچنجر نیم، اکسچنجر لوکیشن، حواله فی اونم مقدار کمیشن میشه، آدرس، کانتکت، کلش. اینجا به ما 3 گزینه است، بالای اونم عکس پرنتر بزنیم. چاپ، آیا میخوایی میگه چاپ کنی، بالای چاپ بزنیم، صفحه چاپ ظاهر میشه به ما. سایز و کل چیزش انتخاب میکنیم. از اینجا میگم نمیخوایم ما چاپ کنم، میگه آیا میخوای دانلود پی دی اف کنی، اگر بالای پی دی اف بزنم دانلود میشه و به ذخیره موبایل ذخیره میشه. دیگه اشتراک، اگر بالای اشتراک بزنم یک صفحه دیگه میگه میخوای کجا اشتراک بذاری، میگم با واتساپ، میگم اینه میره به صراف مقابل. مناجرم لطیف اقجو بود، میخوایم به لطیف اقجو روان کنم. یعنی اینجا دوستا ببینین خودتانه، حواله ترانزکشن، حواله نو، سندر نیم، ریسیور نیم، کلا همون دیتایی که ما پر کرده بودیم آورد و حواله به خوبی
ذخیره شد. خب این هم بخش انتقالات حواله بود دوستان. یعنی از این بخش اینجا هم نوشته شد لطفاً تمام فیلد های اجباری را پر کنید تا تراکنش ارسال شود. یعنی ما اونمو تراکنش ارسال میکنیم. مثلا ما صراف به کابل هستم، صرافی برادران هاشمی است. یک نفر یک مشتری میخواد بیادرش که به قندهار است پول روان کنه، میگه به ما یعنی پول روان کرده بودی بالای نمی صفحه میایم فیلدار را میگیرم پر میکنم به صراف مقابل که قندهار است روان میکنم. اگر او صراف اکانت آموپی را داشته باشه کار ما خیلی آسان میشه. اینجا شناسه را اونم تیک میزنیم، شناسه صراف هم میزنیم پیدا میکنیم. اگر نداشته باشه از اینجا خودتان دیدین نمو حواله نمبر اونم چیار مستقیم میریم بالای واتساپش یا تلگرامش. کلا اون دیتا را به تلگرام یا واتساپش روان میکنیم. خب بالای اونمو علامه تیرک بزنیم دوستان. اینجا یک علامه تیره سبز است، بزنیم یک صفحه دیگه ظاهر میشه. یک بخش از به نام دریافت دستی، دیگه دریافت از پیش پر شده. حال ما دریافت دستی را اینجا یک توضیح میتونم. دریافت دستی به خاطری کار میاد که دوستان مثلا صراف مقابل از اپلیکیشن آموپی استفاده نمیکرد، صراف که به قندهار بود ما استفاده میکنم. ما میخوایم کلا دیتایم به دیتابیس اینمی آموپی باشه، نمیخوایم یک دیتابیس دیگه داشته باشیم و جنجال خود زیاد کنم. میخوایم کلا دیتایم یک جا باشه، منسجم باشه. خب او دیگه ناگزیر است باید با یا تلگرام ما یا با واتساپ ما اونم دیتا رو روان کنم. مثلا شماره حواله نام، فرستنده نام، گیرنده، مبلغ، موقعیت این چیزا رو روان کنم. ما اینجا به خاطر ذخیره کردن به دیتابیس خود میتونم از اینمی دریافت دستی استفاده کنم و اونم دیتا رو ذخیره کنم. خب ما فعلا با واتساپ ما روان کرده. ما از واتساپ خود میگیرم شماره حواله بوده مثلا 34 نام فرستنده بوده، حبیب نام گیرنده بوده، انوش مبلغ بوده، 500 یورو موقعیت فرستنده قندهار بوده، نام صراف فرستنده البته صرافی رشتین میزنم. کار مزد حواله رم مثلا اون نگرفته باشه ما میگیرم 80 افغانی. آدرس گیرنده را میزنم چون اونجا خب اگر روان کرد به من معلوم میشه دیگه اونم نگرفته کار مزد حواله را مثلا من میگیرم. اونجا اگر اونجا گرفته باشه اون دیتا را روان میکنه بعد اون تیکه من نمیزنم. آدرس گیرنده را میگیرم کابل، شماره تلفن گیرنده را میگیرم 0785 12 43. آپلود عکس تذکره. خب بالای آپلود بزنم دو گزینه می یک عکس بگیرید. مستقیم ما از تذکرهش عکس گرفته میتونیم از گالری انتخاب کنید. من میگم از گالری انتخاب میکنم. خب میره برای بالای گالری ما. اگر مثلا اون مشتری سابق ما باشه خب بازی اینجا فقط یک روی میگیره بس خلاص فرانت و ظاهره نمیگیره. من میگم مرا بگی حال میگم تراکنش مرا ذخیره کن. بازم خطای نامشخص میگه دوستا. البته من یک جای دیگر اشتباه کردم. خب من دوباره کوشش خودم میکنم باز خطای نامشخص میگیره. من البته یکی از دوستا فکرتون باشه من یک اشتباهی کردم اینجا. به نظرم اینمی کار مزد حواله را تیکچه نزده مقدار پول اضافه کردم. همین یک اشتباهی از پیش مثلا. خب دوستا ویدیوی ما خیلی زیاد شده، عیناً به 15 دقیقه رسیده. ما دریافت دستی و دریافت از پرشده را جلسه بعدی آموزش میتونم به خاطری که اگر ما ایران آموزش بکنم و فعلا پیش از 20 دقیقه بالا میره.
خوب است این انتقالات حواله را به جلسه خلاص کنیم دیگه. همون تو باز تبدیل ارزه میتونیم به یک جلسه خلاص کرده دیگه. طرفش آسان است دیگه، بخش کلا آسان میشه. فقط این انتقالات حواله کمک دقت میخواه. خیلی جلسه خودم به اینجا به اتمام میرسونیم. انشالله به جلسه بعدی میبینیم باز.